الف بانک یکی از بانک‌های معروف تاجیکستان اعلان کرد که به نظام بانکداری اسلامی می‌گذرد و از این رو استفاده کارت‌هایش را برای پرداخت برخی خدمت‌رسانی‌های مخالف معیارهای شریعت از جمله برای خریدن مشروبات منع می‌کند. بر اساس اصول قاعده‌های شریعت در کارت‌ها پرداخت مبلغ‌ها برای برخی مال‌ها و خدمت‌رسانی‌ها محدود کرده می‌شوند. مؤسسه‌های دلخوشی، کلوب‌های شبانه و بارها، مغازه مال‌های دینی، خدمات شناسایی و اسکورت، مغازه‌های اسباب موسیقی، مکتب‌های رقص، سوغورتا و دیگر مال‌هایی که شریعت منع کرده است تاکید شده است در اظهارات الف بانک. ولی این در حالی است که این بانک به ساکنان قرض‌هایش را تا حال همچنان طبق بانکداری اروپایی یعنی با فایز می‌دهد، آن هم در حالی که فایز و ربا یک اصول کاملا مخالف نظام بانکداری اسلامی است. شبکه تلویزیونی نسیه شبریه در گزارشش میگوید الف بانک در تاجیکستان با جاری کردن نظام و تکنولوژی‌های پیشرفته بانکداری نام برآورده است، ولی جاری کردن محدودیت‌ها در مورد خریدن محصولاتی که طبق شریعت ممنوع می باشد برای بسیاری ها امر ناگهانی شد. بسیاری از ساکنان دوشنبه گفتند هرچند چنین محصولات و خدمات ممنوع شده را نمیخرند ولی خود قرار جاری کردن محدودیت ها برایشان چندان خوشایند نیست. چه لازم است کارت؟ اگر با آن در مغازه ها چیزی خریدن نتوانی، اگر در کارت پول باشد بهتر است تا به خود مردم امکان بدهند که به کجا خرج کردن پولشان را خودشان حل کنند. آدم باید چیزی را که دلش میخواهد بخرد. محدود کردن امر درست نیست. این مثل طالبان شد که آنها همه چیز را محدود میکنند. من ضد اینم. اظهارات الف بانک بنا به مشاهده انوشیروان عارفوف خبرنگار نسیه شبریه حالا به یک موضوع اساسی ورد زبان مردم تبدیل یافته است و بسیاری‌ها این بانک را با طالبان مقایسه میکنند که نیز در پی جاری کردن قانون‌های شریعت در افغانستان همسایه محدودیت‌های زیادی را به وجود آوردند. ساکنان از جمله از آن اظهار ناراضگی میکنند که الف بانک استفاده کارت‌هایش را برای خریدن محصولات شریعتاً ممنوع به مثل شراب و عرق را منع میکند، ولی عین زمان با وجود ضد اصول شریعت بودن ربا از گرفتن فایز برای قرض‌هایی که به اهالی میدهد دست برداشتنی نیست. رهبران الف بانک گفتند که این مسئله را روزهای نزدیک شرح خواهند داد. الف یکی از کامیاب‌ترین استارتاپ ها در عرصه بیزنس تاجیکستان دانسته می شود. این مؤسسه مالیوی سال 2014 همچون تشکیلات خرد قرضی و با همگی 3 کارگر به فعالیت آغاز کرد. حالا در این بانک در تاجیکستان و ازبکستان بیش از 800 نفر کار می کنند.